وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین. این هدف خودت دنبال خواد کدام اگر لازم شود کل عمر خود از صرف رسیدن به این هدف میکنم ولی هیچ وقت تسلیم نمیشم. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و از جمله ایشان کسانی هستند که میگویند ای پروردگار ما، در زندگی دنیا برای ما نیکی نصیب کن و در زندگی آخرت نیز و ما را از شکنجه آخرت نگه دار. در مطالعات علمی دو هدف اصلی و اساسی بر یک انسان قائل هستند. هدف اولی سلامتی فیزیکی و روانی و هدف دوم خوشبختی است. بقیه چیزا وسیله رسیدن به این دو هدف هستند و هدف گفته نمیشن. موضوع مورد بحث امروز موفقیت است. موفقیت چیست؟ انسان موفق کیست؟ اصول رسیدن به موفقیت کدام ها هستند و چگونه می شود حصارهای نامرئی زندگی را محو کرد؟ در تعریف موفقیت باید گفت که موفقیت بیش از هر مسئله دیگری به معنای داشتن یک چیز است، مثل پول، قدرت، مدرک یا سند تحصیلی. و خیلی اوقات موفقیت به معنای بودن، داشتن و یا شدن است. موفقیت وقت معنا پیدا میکنه که در چارچوب دو هدف اولی که ذکر کردیم در چارچوب از اونا باشه. پس من نمیتونم که سلامتی فیزیکی، روانی و همچنان خوشبختی خود را هزینه بکنم و بگویم که ما موفق شدیم. من میلیونر شدیم ولی فامیلم از هم پاشیده. سلامتی فیزیکی و روانی خود از دست دادیم. من برنده هستم ولی با هیچ عنوان ما موفق گفته نمیشم. موفقیت یک جاده و راه است، نه کدام خانه و مقصد. پس ایتو نمیشه که ما به یک جایی برسیم باز بگوییم که پایان کار است و ما موفق شدیم، همه قدر کفایت میکنه. موفقیت به معنای قدم نهادن است. قدم نهادن در یک راه، در راهی که بتانیم خالق یک زندگی باشیم، یک زندگی که با شور و لذت ارزش‌های بزرگ ما را منعکس بسازه و ما را خالق عقاید عمیق و رویاهای عظیم بسازه. بدون شک در این عبارت یک مفهوم بسیار بزرگ نهفته و او ای که اصل موفقیت ایجاد یک زندگی است که بنابر خواسته خود ما و شما باشه، یک زندگی که در او خوشبختی و سلامتی ما تأمین باشه. به او قسم یک زندگی میشه موفقیت گفت. از جایی که ما گفتیم موفقیت به نام قدم نهادن یاد میشه، پس آغاز موفقیت با اولین قدم است، نه با آخرین قدم. انسان موفق کسی است که اولین قدم را درست برداشته، دومین قدم را درست برداشته. فرق نمیکنه که در قدم 10,000م هنوز به جایی نرسیده ولی او موفق است. با اولین قدمش که در راه رسیدن به هدفش او گذاشته بود او موفق عنوان میشه. پس در بین ایلان ماسک پولدارترین شخص دنیا و او شخصی که امروز میخواد مثل ایلان ماسک پولدار شود و به خاطر رسیدن به این هدف خود اقدام کرده، برنامه‌ریزی کرده، میان از این دو شخص هیچ فرقی وجود نداره. ایلان ماسک هم موفق است، او فردی که تازه اقدام کرده او هم موفق است. میان انیشتین و او شخصی که تازه میخواد یک دانشمند عالی دنیا شود هیچ فرقی وجود نداره. در صورت فرق وجود نداره که او فرد اقدام کرده باشه برای رسیدن به موفقیت. من میخوایم بزرگترین دانشمند تاریخ شوم. به خاطر از اینکه به
هدف خود برسم، مطالعات خود زیاد میکنم، تحقیقات خود زیاد میسازم، در کنفرانس‌های علمی اشتراک میکنم، بالاخره نمیرسم به آرزوی خود. شاید بعضیا فکر کنن که ما چون به آرزوی خود نرسیدیم ما موفق نیستم، ولی نه، اینطور نیست. از همون زمانی که ما به خاطر رسیدن به هدف خود قدم ماندم و اقدام کردم، من از همون زمان برنده عنوان میشم و ای که موفق اعلان میشم و ای که به او خواسته خود برسم، او زمان است که من برنده اعلان میشم. به خاطر واضح ساختن مفهوم موفقیت میخوایم داستانی را بیان بکنم. داستان از مردی که میخواست شریک تجاری ادیسون شود. نام این مرد ادوین سی بارنز بود. ادوین سی بارنز به اثبات رساند که افکار سازنده شرایط هستند. بله، افکار سازنده شرایط هستند. وقتی افکار خود را با هدف، پشتکار و برنامه‌ریزی و اشتیاق ما میکس بکنیم، مخلوط بکنیم، میتونیم که او فکری که در ذهن ماست ما او را به یک همتای فیزیکیش تبدیل بکنیم. ادوین سی بارنز کشف کرد که اگر واقعا بیاندیشی میتونی که ثروتمند شوی. یکی از ویژگی های ادوین سی بارنز ای بود که هدفش روشن بود، هدفش مشخص بود. وقتی که برای اولین بار ای خواسته یا ای هدف وارد ذهن ادوین سی بارنز شد، ادوین سی بارنز در موقعیت نبود که طبق خواسته خود عمل بکنه، به خاطر که در ای خواسته خود دو مشکل در سر راه خود داشت. مشکل اولش ای بود که بارنز ادیسون را نمیشناخت و مشکل دومش ای بود که ادیسون در شهر اورنج ایالت نیوجرسی زندگی میکرد و بارنز پول کافی نداشت که کرایه قطار را بده و خود را تا شهر اورنج نیوجرسی برسانه. خب همین دو مشکل برای اکثر انسان‌ها کافی است که از خواسته خود دست بکشن. ولی چون خواسته بارنز یک خواسته معمولی نبود و بارنز بالای هدف و خواسته خود مصمم بود، بجای از اینکه مثل ما تسلیم شود، تصمیم گرفت که همراه قطار یک جا به شهر اورنج نیوجرسی حرکت بکنه. پول قطار را پیدا کرد و بالاخره خود به اون شهر رساند. خب وقتی به شهر رسید، داستان اینجا به پایان نمیرسه. مستقیما به شرکتی که ادیسون در اونجا تجارت میکرد به اون شرکت خود رساند و به افراد ادیسون گفت که من میخوایم همراه مخترع ادیسون کار بکنم. و سالها بعد از این ملاقات ادیسون در مورد اولین ملاقات این قسم میگه وقتی که بارنز پیش رویم ایستاده بود، چهره و قیافش به یک انسان ولگرد میماند و من در چهره از یک حالت را مشاهده کردم که گویا به دنبال به دست آوردن کدام چیز است. و من چون یک آدم با تجربه بودم، سالهای زیاد را امرای مردم سپری کرده بودم، من میفهمیدم که اگر یک انسان واقعا خواستار و طلبگار یک هدف و یک خواسته باشه و به خاطر رسیدن به او هدف کل آینده خود به خطر بندازه، یقینا که او شخص پیروز است. بارنز از من فرصت خواست، من برش دادم، چون میفهمیدم که بارنز واقعا عزم موفقیت را داره و سالها بعد معلوم شد که واقعا من اشتباه نمیکردم و کار من درست بود. در اولین ملاقات گپایی را که بارنز به ادیسون گفت بسیار کم اهمیت تر از چیزایی بود که در ذهنش میگذشت و قیافه بارنز اصلا ایجاب نمیکرد که در لابراتوار ادیسون کار بکنه. ولی چیزی که مهم بود فکر بارنز بود، نه قیافه ظاهریش. بارنز در اولین دیدار خود موفق نشد که با ادیسون وارد معامله شود. فقط موفق شد که یک کار و یک منصب در دفتر ادیسون پیدا بکنه. دستمزد بسیار اندک برش تعیین کرد. خب بازم بارنز قبول کرد، چون بارنز فرصت از این به دست آورده بود که کالای تجارتی خود، چیزایی را که تولید میکنه، در جای به نمایش بگذاره که شریک تجاری دلخواهش او را بتونه ببینه. و ادیسون یک کار بسیار کوچک برای بارنز داده بود، کاری که به ادیسون بی اهمیت بود، ولی به بارنز چون اونجا جای آرزوهایش بود بسیار کار با اهمیت پنداشته میشد. خب روزا گذشت، ماها گذشت، سالها گذشت، هیچ کدام نویدی، هیچ کدام مجری که بتونه بارنز را به خواستهش مستقیما برسانه، هیچ کدام اتفاق رخ نداد. و روانشناسا چی زیبا میگن اگر دل یک نفر واقعا خواستار یک چیز باشه، او چیز خودش به او نشان میده. بارنز بجای از اینکه تسلیم شوه، میفهمین بجای از اینکه بگویه خب چی فایده داره، من باید تسلیم شوم و برم به خود یک کار دیگه انتخاب بکنم، ولی یک قسم نگفت.
در دل خود گفت که من اینجا آمدیم تا همراه ادیسون وارد معامله شوم. این هدف خود دنبال خواد کردم. اگر لازم شود کل عمر خود از صرف رسیدن به این هدف میکنم ولی هیچ وقت تسلیم نمیشم. اقسم یک گپ است. بارنس شاید در او زمان بسیار جوان بود، ایره نمیفهمید، اما عزم راسخی که بارنس در یگانه خواستش داشت باعث ازی شد که به مرور زمان کل مخالفت هایی که سر راه بارنس بود کلش برداشته شد و او فرصتی را که بارنس منتظرش بود بالاخره فرا رسید. این فرصت بسیار به شکل متفاوت و از یک راه بسیار متفاوت خود به بارنس نشان داد و کل ما خود میفهمیم یکی از نیرنگ ها و حیله های فرصت همی است که همیشه به شکل بسیار متفاوت از در پشت وارد اتاق میشه. یکی از حیله های خود فرصت است و به همین خاطر است که بیشتر افراد موفق نمیشن که فرصت تشخیص بدن، چون فرصت همیشه در لباس شکست موقت و در لباس ناامیدی خود نشان میده و هر کس نمیتونه که فرصت تشخیص بده. فرصت از این قرار بود که ادیسون یک ماشین تازه اداری را کشف کرده بود، یک ماشین تازه اختراع کرده بود که در اون زمان نام این ماشین مخترع ادیسون بود، به عنوان همین نام یاد میشد که بعدها باز نام ماشینش تغییر کرد به نام ادیفون یاد شد. وقتی این ماشین اختراع کرد کسایی که به عنوان فروشنده در شرکت تجاری ادیسون کار میکردن هیچ علاقمندی و دلچسبی بر فروش این وسیله نشان ندادن. فکر میکردن که فروختن این وسیله بر دیگران برشان سخت تمام میشه و جنجال و زحمت زیاد کار داره. بارنس متوجه فرصت پیش آمده شد، فرصتی که بی صدا از راه رسیده بود و در ظاهر غیر عادی خود پد کرده بود. بارنس متوجه این فرصت شد و پیش خود گفت که من میتونم این وسیله را بفروشم. رفت به ادیسون گفت من میتونم این وسیله را بفروشم و از او فرصت خواست. ادیسون برش فرصت داد و بارنس تانست که این وسیله را بفروشه. و در اولین معامله بارنس یعنی آنقدر این وسیله را به خوبی فروخته بود که باعث شد ادیسون همراه بارنس قرارداد بسته بکنه. قراردادی ای که این وسیله را در تمام کشور توزیع بکنه و با بازار عرضه بکنه. یعنی بارنس موفق شد بالاخره که قرارداد تجاری ادیسون را به دست بیاره. از تجارت بین ادیسون و بارنس یک شعار در شهرشان برخواسته بود و شعار این قسم بود که اختراع از ادیسون، نصب از بارنس. به این ترتیب با این پیمان تجاری بارنس تانست که به یکی از ثروتمندترین و پولدارترین شخص کشور تبدیل شود. و مطلب بسیار مهمی را که به اتمام رساند و به ما ثابت کرد این بود که اگر یک انسان واقعا بیاندیشه و فکر بکنه میتونه که ثروتمند شود و خود به ثروت برسانه. اشتیاق اولی بارنس این که چقدر پول برش به دست آورد نمیفهم 2 یا 3 میلیون دلار بود، ولی در مقایسه با ثروت هنگفتری که به دست آورده بود بسیار ناچیز بود. بارنس برای ما ثابت کرد که یک تکانه ناملموس فکری میتونه از طریق اجرای اصول شناخته شده به همتای فیزیکی تبدیل شود. بارنس وقتی که آغاز میکرد در آغاز هیچ چیز نداشت جز توانایی ای که میدانه چی میخواد انجام بده. فقط این توانایی را داشت و عزم داشت که او را تا هنگام رسیدن به آرزوهایش او را همراهی کرد و او را پایدار ماند. بارنس برای آغاز نه پول داشت و نه اعتبار، تحصیلات اندک داشت. به جای پول و ثروت ایمان، شور، شوق، حرارت و باوری بود که در وجودش او را تا رسیدن به رویاهایش او را همراهی کرد. بارنس با کمک این نیروهای ناملموس و با کمک مخترع بزرگ ادیسون تانست که خدا به یکی از مرد درجه یک کشور خود تبدیل بکنه. و این داستانی را که من براتون میگم این یکی از داستانهای 1001 شب نیست، یکی از حقیقت‌های زندگی است، یکی از واقعیت‌های زندگی است که چیزهای زیاد را به ما میتونه بیاموزانه. وقتی بارنس در نیوجرسی پیاده شد از قطار، قیافش به یک آدم ولگرد میماند، اما فکر بارنس مثل فکر یک پادشاه بود. اشتیاقی که بارنس داشت امید و آرزو نبود، یک اشتیاق قطعی بود. بارنس موفق شد به خاطر از اینکه هدف واضح بر خود انتخاب کرده بود، هدفش مشخص بود. بارنس راضی بود که با پایین ترین کار شروع بکنه در دفتر ادیسون، با پایین ترین کار شروع بکنه تا اینکه یک روز یک فرصت
برش داده شود تا بتونه خود به خواسته های خود برسانه. و چیزی که مهم تلقی میشه، دوباره میخوایم تکرار بکنم، این فکر یک انسان است، نه قیافه و ظاهر یک فرد. وقتی بارنس به نیوجرسی پیاده شد، پیش خود یک قسم نگفت که من ادیسون وادار خود کردم تا به من یک کار بده و من اونجا کار بکنم، بلکه یک قسم گفت من ادیسون خواد دیدم، بر از او خواد گفتم که من میخوایم با تو وارد معامله شوم. پیش خود یک قسم نگفت که چند ماه کار میکنم، اگر دلگرمی پیدا نکرد میرم یک کار دیگه به خود انتخاب میکنم، بلکه یک قسم گفت من در تمام دنیا فقط یک هدف دارم که مصمم هستم به او برسم و او عبارت از شراکت تجاری با آمر ادیسون می باشد و تمامی پلهایی که در پشت سرم است کل از اونا را نابود میکنم تا راه به عقب گشت و راه به عقب نشینی وجود نداشته باشد. و بارنس یا باید برنده میشد یا بازنده، که بالاخره برنده شد. و شاید بعضی از شما فکر بکنین بارنس وقتی که پولدار شد برنده موفق شد، ولی نه، از همون زمانی که اولین قدم را برای رسیدن به موفقیت مانده بود، بارنس شخص موفق بود. ولی اینکه پول به دست آورد و به خواسته خود رسید، یک شخص برنده میتونیم او را عنوان بکنیم. و همچنان در تعریف موفقیت ما گفتیم که موفقیت به معنای داشتن یک چیز است. او چیزی که داشتن از او موفقیت پنداشته میشه، او چیز باید مهم، با ارزش و با اهمیت باشه. برای من نمیتونم بگم بالاخره موفق شدم رابطه از او را برهم بزنم. با چنین چیز ما نمیتونیم موفقیت بگیم، چون این یک کار مفید نیست، یک کار بی ارزش است. یا یک قسم بگیم که بالاخره تونستم خود به محل قرار برسانم، پس ما موفق شدم. با این نمیتونیم موفقیت بگیم، چون یک کار بی ارزش است. اگر ما انسان ها خواستار از این هستیم که خود باید بتانیم به موفقیت برسانیم، باید اصول موفقیت را در زندگی خود پیاده بسازیم. موفقیت دارای اصولی هست که من با عنوان نمونه از چند اصل موفقیت میخوایم یاد بکنم. اولین اصلی که انسان را به موفقیت میرسانه، اصل توکل به خداوند متعال است. توکل به معنای اعتماد کردن بر الله سبحانه و تعالی و تسلیم بودن به اراده و مشیت خداوند متعال می باشد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، پس هر که بر خدا توکل کند خدا او را کافی است. معنای توکل این است که بدون انجام دادن کاری، بدون از اینکه اسباب کار را فراهم بکنی، تو به خدا توکل بکنی. معنای توکل این هست که تدبیر را در کارت در نظر بگیری، از دیگران مشوره بگیری، تمام تلاشت به خرج بدی و بالاخره پایان فرجام کار خود را از خداوند بخواهی. به این میگن توکل. یقینا که توکل میتونه اولین اصل از رسیدن انسان به موفقیت باشه. دومین اصلی که انسان را به موفقیت میرسانه اصل آگاهی است. او آگاهی که انسان را به موفقیت میرسانه، آگاهی در علم، هنر، فلسفه و خود آگاهی میتونه باشه. انسان همون قسمی که میتونه دیگران را نگاه بکنه، میتونه به خودش هم یک شی خارجی باشه و خود را از درون نگاه بکنه تا اینکه به خود آگاهی حاصل بکنه. مولانا میگه خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. مولانا علم را به خاتم حضرت سلیمان یا انگشتر حضرت سلیمان تشبیه میکنه. قسمی که حضرت سلیمان با انگشتر خود کارهای خارق العاده را انجام میداد، انسان ها هم میتونن توسط علم خود کارهای خارق العاده را انجام بدن. پس یقینا که علم میتونه دومین اصل از اصول رسیدن به موفقیت میتونه باشه. سومین اصل رسیدن به موفقیت مهارت است. تا زمانی که علم انسان به مهارت تبدیل نشه، انسان نمیتونه از علم خود نفع ببره. یک جمله که در بین مردم ما بیشتر مرسوم است، ما به این باور هستیم که توانا بود هر که دانا بود. هیچ همچون چیزی نیست. علم قدرت نیست. علم یک قدرت بالقوه است. زمان میتونه به قدرت بالفعل تبدیل شود که از طریق اجرای اصول شناخته شده، از طریق برنامه‌ریزی به سوی یک هدف معین سوق داده شود. اون زمان است که تو میتونی از علم خود نفع ببری و میتونی بگویی که توانا بود هر که دانا بود. سومین اصلی را که میخوایم یاد بکنم اصل تغییر است. وقتی ما از کلمه تغییر میشنویم، همیشه در فکر از این میریم که ما میخوایم دنیا را تغییر بدم یا فلان جای تغییر بدم. تو نمیتونی که دنیا را تغییر بدی تا زمانی که تغییر از درون خود آغاز نکنی.
الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند متعال حالت یک قوم را عوض نمیکنه تا زمانی که او قوم تغییر را از نفس خود آغاز نکنه. تا زمانی که نفس خود تغییر نده خداوند تغییر وارد یک قوم نمیکنه. پس انسان ها هم همین قسم هستند. تا زمانی که تغییر از درون خود آغاز نکنیم هیچ وقت نمیتونیم که تغییر واقعی را در دنیا وارد بکنیم. و اصول همچون برنامه‌ریزی، زمانبندی، هدف مشخص، شغل و کار، کل از اینا میتونن در رسیدن انسان به موفقیت مهم باشن. موضوع بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنم راز موفقیت است. روزی یک جوان از سقراط پرسان میکنه، میگه ای سقراط بزرگ، راز موفقیت در چیست؟ سقراط برش میگه فردا در پیش رود آب بیا من برات میگم که راز موفقیت در چیست. خب این جوان قبول میکنه، میگه درست است من فردا میایم. فردا وقتی که صبح میشه جوان به بسیار شوق و اشتیاق خود میرسونه پیش رودخانه، میگه سعید دیگه اینا رو برام بگو که راز موفقیت در چیست. سقراط میگه امروز من داخل آب شو. میگه درست است، اردوی از اینا داخل آب میشن، پیش میرن تا جایی که آب تا گردن از اینا میآید. دفعتا سقراط کلی جوان میگیره، سری جوان زیر آب میسازه. جوان تک و تلاش میکنه تا اینکه خود از زیر آب بکشه ولی نمیتونه، چون ناامیدانه تلاش میکنه. به اندازه زیر آب میمونه که سر و صورت ای جوان کبود میشه، رنگ خود از دست میده. دفعتا خود بیرون میکنه از آب، میخیزه و میره در خشکه، نفس میکشه. باز از سقراط پرسان میکنه، میگه سقراط من تو را گفتم که تو به من راز موفقیت بود، تو من از زیر آب غرق کردی، چی من میداد؟ سقراط برش گفت وقتی که داخل آب بودی مشتاق چی چیزی بودی؟ گفت میخواستم که به هوا خود برسانم. گفت جواب همینجاست. میگه هر باره که به همون میزانی که تو اشتیاق هوا را داشتی، اشتیاق موفقیت در ذهن خود داشته باشی، تو به او تلاش خواهی کرد و بالاخره خود به اون موفقیت خود رساندی. پس راز موفقیت دیگه چیز نیست، اشتیاق تو است که تو را به موفقیت میرسانه. در مورد موفقیت فهمیدیم ای که انسان موفق کیست، فهمیدیم اصول موفقیت و همچنان راز موفقیت را دانستیم. چرا با وجود این همه اکثری از ما از موفقیت، از رسیدن به موفقیت میترسیم؟ در اصول اصلی زندگی خود، درس‌های های اصلی کمتر نقش ایفا میکنیم. چرا از تغییر پرهیز میکنیم؟ در یکی از کشورهای غربی یک مؤسسه تعلیم سگ وجود داشت که در لوحه از او از یک عنوان به نام حصارهای نامرئی یاد شده بود. حصارهای نامرئی یک سیستم است که برای یک سگ یک حصار نامرئی یا یک دیوار غیر قابل دید اعمار میکرد که سگ نمیتونست از اون محدوده خود خارج بکنه. به مرور زمان به تدریج این سگ چنان با او حصار نامرئی خو میگرفت که اگر او حصار برداشتن میشد سگ دیگه پیش نمیرفت، چون فکر میکرد یک حصار نامرئی وجود داره. ما انسان هم همه قسم هستیم. وقتی بزرگ میشیم با عقاید نادرست، باورهای غلط و ترسهایی که در اطراف ما هست ما خو میگیریم و اینا میشن به عنوان حصارهای نامرئی زندگی ما. هر وقتی که در زندگی و همچنان در محل کار خود با این حصارها ما روبرو میشیم ما عقب نشینی میکنیم، در حالی که این حصارها حقیقت نداره. ما فکر میکنیم که اینا حقیقت داره و به همین خاطر از بسیاری کارهایی که ما میتونستیم انجام بدیم و چیزهایی که میتونستیم داشته باشیم ما محروم میمانیم. به خاطر مهار ساختن این حصارها اول باید این حصارها را تشخیص کرد، در مورد این حصارها آگاهی حاصل کرد و به جای تسلیم شدن باید با این حصارها را به چالش کشید. و اگر کسی امرای ما رقابت میکنه به جای از اینکه از او فرار بکنیم باید با استعداد ذاتی خود و با اراده‌ای که خداوند متعال بر ما داده با او شخص مقابله بکنیم، چون زندگی ما باید خارق العاده تجربه شود، زیرا گریزی از آنچه میگریزی نیست. دوستدار خوبی ها باش، خوبی ها تو را به عرش میرساند. در اخیر میخوایم سخنان خود را با گفته از مارک توین به خاتمه برسانم. مارک توین میگه تا 20 سال بعد دیگر از انجام ندادن بعضی از کارهایی که میتونستی انجام بدی بیشتر افسرده میشی نسبت به کارهایی که تا حالا انجام دادی. پس گره تنابت را از ساحل باز کو، از ساحل امن دور شو، به دل دریا برو تا نادیده ها را ببینی، کشف بکنی و رویا پردازی بکنی. به این میگن موفقیت واقعی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از علامت دشمنی
شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند.